خشونت سیاسی و قدرت خیابانی. شاید فکر کنید این فقط یک مشکل محلی است، اما امروز می‌خواهیم نشان دهیم چطور این پدیده در سراسر جهان به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی عمل می‌کند. خیلی جالبه که این موضوع رو مطرح کردی. به نظر میرسه این یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصره. دقیقاً. و نکته جالب اینجاست که از همون ابتدا ما شاهد یک نوع ائتلاف نانوشته بین قدرت رسمی و گروه‌هایی از نیروهای اجتماعی بودیم که عمدتاً پایگاه مستقلی نداشتند. و این گروه‌ها معمولاً آماده اعمال خشونت در خیابان‌ها بودند. درسته؟ بله، و این یک انتخاب استراتژیک بود. ببینید، وقتی یک حکومت نمیتونه رضایت عمومی رو جلب کنه، دو راه داره. یا استفاده از نیروهای رسمی مثل پلیس و ارتش، یا استفاده از نیروهای غیر رسمی. و مسلماً استفاده از نیروهای غیررسمی هزینه کمتری داره و مسئولیت پذیری هم کمتره. دقیقاً. و جالب اینجاست که این الگو در کشورهای مختلف تکرار شده. مثلا در آلمان نازی نیروهای SA که به لباس قهوه‌ای ها معروف بودند، دقیقاً همین نقش رو داشتند. و در این کارو می‌کردند، نه؟ بله، و حتی امروز هم در بسیاری از کشورها این الگو ادامه داره. مثلا طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در دهه گذشته بیش از 40 کشور از گروه‌های شبه نظامی غیررسمی برای سرکوب استفاده کردند. پس میشه گفت این یک استراتژی جهانی برای کنترل اجتماعیه. دقیقاً. و نکته مهمتر اینه که این گروه‌ها فقط ابزار خشونت فیزیکی نیستند. اونها یک فرهنگ خاص رو هم ترویج می‌کنند. فرهنگی که شامل افترا، پرونده‌سازی و شیطان‌سازی مخالفان میشه. و این فرهنگ به تدریج در جامعه نفوذ میکنه و تبدیل به یک هنجار میشه. بله. و این خطرناکترین بخش ماجرا است، چون حتی وقتی خشونت فیزیکی تموم میشه، این فرهنگ باقی میمونه و نسل به نسل منتقل میشه. پس راه حل چیه؟ چطور میشه با این پدیده مقابله کرد؟ اولین قدم شناخت و درک این مکانیزم است. ما باید بفهمیم که چطور این سیستم کار میکنه. دوم، باید مراقب باشیم که در مقابله با این پدیده خودمون به همون روش‌ها متوسل نشیم. یعنی حفظ اصول اخلاقی در عین مبارزه با بی‌عدالتی. دقیقاً. و این شاید سخت‌ترین بخش ماجرا باشه. ولی تجربه نشون داده که تنها راه پایدار برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه همینه. و شاید این درسی باشه که باید از تاریخ بگیریم. بله، و امیدوارم این گفتگو تونسته باشه کمک کنه به درک بهتر این پدیده و راه‌های مقابله با اون.